تاجیکان шиносномаи миллат. اثری بیزوال تاجیکان برای جهانیان می‌فهماند که تاجیکان قوم‌های قدیمی این منطقه به حساب می‌روند. اثبات می‌نماید که تاجیکان این منطقه از یگان جا به اینجا نآمدند، بلکه خلق‌های مقیمی این سرزمین به حساب می‌روند. بابا جان غفوروف در این کتاب از مأخذهای زیاد استفاده برده است، از جمله از گفته عالمان روس، چینی، هندی، آلمانی، ایرانی، فرانسوی، انگلیسی و دیگران. قرن 21 قرن برخورد تمدن هاست. ملت هایی هستند آنها خود را قدیمی می حسابند. کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفوروف به همه آنها جواب علمی می دهد. این کتاب روایتی نیست، دقیقاً علمی است و جوابگو. این شاه اثر از 6 فصل، 21 باب و 975 صحیفه عبارت است. کتاب تاجیکان تاریخ قدیم، عصر میانه و دوره نوی تاجیکان را بررسی می نماید. تاریخ تاجیکان از عصرهای سنگ، یعنی از دوره سنگ تا انقلاب فوریه سال 1917 را در بر می گیرد. بابا جان غفوروف پیش از آنی که کتاب بیزوال تاجیکان را نویسد، سال 1947 تاریخ مختصر خلق تاجیک را می نویسد. نخستین بار این کتاب در سال 1972 در مسکو با زبان روسی با نام تاجیکی روی چاپ می آید. در همان دوره، یعنی در دوره اتحاد شوروی، سالهای 1983 1985 دو مراتبه با زبان تاجیکی چاپ می گردد. بار اخیر این کتاب سال 2020 نشر می گردد. این را راهبر کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام 26 دکبر سال 2019 خود قید کرده بودند. کتاب تاجیکان به هر یک عائله تاجیکستان دسترس کرده خواهد شد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در کتاب خود افقهای استقلال قید می نمایند. اگر تاجیکان از تاریخ گذشته خود با خبر می شدند، جنگ شهروندی هیچگاه سر نمی زد. از همین حساب کتاب تاجیکان به هر یک تاجیک می فهماند که تاریخی چندین هزار ساله دارد و در عرصه تاریخ چه حادثه ها را اثر گذرانیدند. این برای هر یک تاجیک درس است. اثر بیزوال تاجیکان با زبانهای روسی، چینی، هندی، افغانی، ایرانی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، عربی و دیگر زبانها
ترجمه گردیده است. این کتاب یعنی کتاب تاجیکان امروز شناسنامه است که کی بودن تاجیکان را اثبات می نماید.